این اولین نفر است که چون این درخواست از ما کرده. تو میخوای مثل من باشی؟ گفت بله من میخوام مثل تو باشم. چیکار بکنم؟ شیطان گفت جدی؟ گفت بله جدی هستم، میخوام مثل تو باشم. گفت نماز نخوان. اول کاری که میکنی نماز نخوان، از ما پستر میشی. من خیلی غنیمت هستم. نماز نخوان، از ما پستر میشی، رتبه بالاتر از ما پیدا میکنی. و دوم هر جایی که خوشت آمد راست بود دروغ بود قسم بخور. هر جایی که راست بود و دروغ بود قسم بخور. اول این که نماز نخوان، پیمک نماز را ترک کن، نمازها را ترک کن. دوم این که هر جایی که خوشت آمد راست بود و دروغ بود قسم بخور. این مرد به شیطان گفت به خدای آسمان ها قسم است که من تعهد میکنم به پروردگارم که هرگز نمازش را ترک نکنم. چرا؟ من